سلام، در خدمت شما هستیم با 90 ثانیه سلامت. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از تسهیل دسترسی به انسولین در کشور خبر داد. آقای صادقیان گفت پرمصرف‌ترین انسولین برای بیماران مبتلا به دیابت قلمی و از نوع نوومیکس است که با پیگیری‌های انجام شده این انسولین در دسترس بیماران قرار گرفت. محققان روش جدید و غیر تهاجمی برای تشخیص و پایش قند خون و دیابت با استفاده از تغییرات تون صدا ابداع کردند. دانشمندان با فناوری هوش مصنوعی گفتار بیماران دیابتی را در گوشی هوشمند بررسی کردند و دریافتند افزایش سطح گلوکوز خون روی تارهای صوتی تأثیر کوچک اما قابل تشخیص می‌گذارد، به طوری که با افزایش سطح قند خون تون صدا زیرتر یا نازکتر می شود. و محققان ژاپنی یک ساختار مولکولی دارویی حاوی نانوشاخهای کربنی توسعه دادند که همراه با غشای یافته‌ای سلول‌های سرطانی و داروی شیمی درمانی برای تحویل مؤثر دارو در بیماران سرطانی به کار می رود. این روش برای مبارزه با سرطان و بیماری‌هایی که موجب ایجاد تومور در دیگر بافت‌ها می شود، راهبردهای پرتو و شیمی درمانی و ایمنی درمانی را با هم ترکیب می کند.